زنهای مردم از چشم چرانهای فسادکار رذیل. خداوند در قرآن هم برای مسلمانان بسیار واضح روشن گفته است. در اشتباه نکنم در سوره رعد است آیت 11 پروردگار میفرماید که خداوند حالت هیچ قومی را تغییر نمیدهد تا زمانی که اون قوم حالت خود را تغییر ندهند. مهاجران مهنتی تاجیکستان واقعا وضعیتشون در فدراسیون روسیه در حال بدتر شدن و بدتر شدن رفته ایستاده است، یعنی بدتر می شود هر روز. و دیدید که در سفارت در فرودگاه مهاجران مهنتی تاجیکستان در خود همون جایهایی که خوابند و برایشان غذا نمیتین، نوشابه نمیتین و این وضعیت همینطور بدتر می شود. چندین حرفای وجود دارد که من نسبت اونها حرف خواهم زد، خصوصا چیزی که محمد جان در اینجا ذکر کردن. همونطور که دیدید فدراسیون روسیه، یعنی برنامه قبلی ما را بر تماشا کنید، 1 ساعت است، 1.5 ساعت است. در برنامه قبلی من راجع به همین موضوع که فشار بیشتری نظامیان فدراسیون روسیه و پلیس اون کشور به خاطر آن است که باید تو راضی شوی برای اشتراک در جنگ اوکراین. این حرفی امروزه من نیست. شما برنامه فکر پیش بود یا که 3 هفته پیش بود برنامه من تماشا کنید. در همون برنامه من این نقطه رو آشکار گفتم و سختم گفتم که برادرها همین فشارها سبب اصلیش به خاطر پیدا کردن سرباز بیشتر و جلب کردن بیشتر مردم به جنگ در اوکراین است. وقتی که میبینن که افریقایی‌ها وقتی که میآیند به خاطر پل آماده اند که برای در جنگ اوجا کار کنن، جان فدایی کنن، برای در جنگ اشتراک کنن. امروز میبینید که فدراسیون روسیه از افریقا سرباز میارد، اونها برای پل آماده برای جنگ مردن دیگه. ولی وقتی که میبیند تاجیک آماده است و بالاش فشار میارد تا اینی که آماده شد برای در جنگ اشتراک کنه. بیشتری فشارها برای خاطر است. فشار دیمش، سبب دیمش همون برنامه ما را تماشا کنید، در اون برنامه این چیزام ذکر کردم. سبب دیمش این است که تو امروز امامعلی رحمانوف طرفی معین را انتخاب نکرده است، اگرچه پشت پرده با حکومت فدراسیون روسیه هست، در این شکی نیست. و همطوری که میبینیم در گرفتن سرباز هزارها تاجیک امروز در جنگ فدراسیون روسیه در اوکراین می جنگند از طرف رحمانوف. یگان قانون قبول نمیکند و این کار نمیکند. این خودش نشان میدهد که رحمانوف در پشت فدراسیون روسیه هست، ولی اشکار بیان نمیکند این چیز رو و از روسیه طرفداری نمیکند، چیزی که روسیه را واقعا خشمگین کرده است و بر اساس همین فشار میارد. رحمانوف هم براش اجازت داده است که هر کاری میکنی کردن بگی، فقط مرا در همین سیاست جهانی، بازی جهانی نکش که دیگر من اروپا تحریم میکند، پولایی که در بانک شویتزاریا دارم زیر سوال میروند و من اون پولا را دیگر باز پس گرفتن نمیتوانم و هزارها اولادی من امروز در پول دارن، در خانه و در دارن، شیخ اینجا در و درآمد دارن و اینها را از دست ما میگیرن و همین خاطر بیا ما را به بازی نکش. چون پول ما از ملت تاجیکستان بالاتر است، مال من از اینها بالاتر است، مرا اذیت نکو. من نمیدونم همین پشت پرده در قطار هستم، ولی همین از همین ملت من هر طوری که میکنی ظلم میکنی بگی بر جنگ. حاجی داره فشار میاره، همه کارا میکنه چیکار کنه؟ شهروندان ما و شما رو برای در جنگی خودش در اون طرف همچون چوب استفاده ببره. این حالتی است که من در برنامه قبل حرف را زدم، ولی بازم تکرار میکنم که برادران عزیز و گرامی، ظلم و ستم بازم یادتون باشد ادامه خواهد کرد و بیشتر و بیشتر می شود. وضعیت به طرف خوب نمی آید. خداوند در قرآن هم برای مسلمانان بسیار واضح روشن گفته است. در اشتباه نکنم در سوره رعد است آیت 11 پروردگار می فرماید که خداوند حالت هیچ قومی را تغییر نمیدهد تا زمانی که اون قوم حالت خود را تغییر ندهند. اگر به زبان عربی اشتباه نکنم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی حالت هیچ قومی را تغییر نمیدهد تا زمانی که ایشان حالت خود را تغییر ندهند. وقتی که ما و شما تا زمانی که خود تلاش نکنیم منتظر تغییر وضع نباشیم. چرا ما انتظار باشیم که کسی برای ما میاد تغییر وضع میکند؟
هیچ انسان در زمین برای ما و شما نمیاد تغییر بکند، بیاید وضعیت ما رو تغییر بتید، بلکه ما تغییر کننده وضعیت خود باید باشیم. همین را میفهمید برادران عزیز و گرامی قدرم. الله متعال تقدیر ما را به دست خودمان داده است. میگوید که شما اگر میخواهید تغییر کنید، پس تغییرات دست شماست. شما بیاید تغییر کنید که ما برای شما این تغییرات بدیم. میگه که من حالت شما را تغییر نمیدیم تا زمانی که خودتان حالتتان را تغییر یا غیر. خوب دقت کنید. بر اساس همین ما باید برای بهتر ساختن وضعیت خودمان، وضعیت سیاسی و وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی باید تلاش کنیم، کوشش کنیم تغییر به میان بیاریم. الله متعال برای ما این فرصت داده است، به دست خودمون گذاشته است. چرا ما تلاش نمی‌کنیم؟ چرا یعنی مبارزه نمیبریم برای این؟ بازم الله متعال برای ما برای رزق را پیدا کردن گفته است که برای کار کنه. در دوران خلیفت حضرت عمر رضی الله عنه در مسجد مردم رو نمیگذاشت بمونن، نماز میخوان، میگو برو از پی رزقت شو، منتظر نشو که رزق تو در داخل مسجد پیدا میشود. نماز رو خواندی، عبادت رو به خدا کردی، رزقت را پیدا کنه. حال برای ما فرصت داده است، وقت داده است که بخیزیم بریم تلاش کنیم، تغییری وضع کنیم، جامعه مون تغییر بدیم، قوممون تغییر بدیم، ملتمون را. حالت این فقط تغییر می‌یابد در صورتی که ما و شما تغییر پیدا کنیم. اولا از داخل خودمون تغییرات به میان بیاریم. مطمئن باشیم که ما امروز توانایی تغییر دهنده خود و جامعه خود هستیم. وقتی که تغییرات در داخل خود به میان آوردیم، فکراً خودمون ساختیم، آماده شدیم، بدانید که هر کسی که در اطراف تو هست اونم ذهناً و فکراً آهسته آهسته تغییر پیدا میکنه. از امروزه تاجیکستان رو یک بار ببینیم. امروز در تلویزیون ها رقاصه، در کوچه های شهر دوشنبه و خوجند و دیگر مناطق دخته‌بازی، زنهای مردم از چشم چرانهای فسادکار رذیل روز ندارند. چشم چرانا در قد کوچه ها میستن، با ماشین های خود از کجای پول دزدی و حرامی و کثافتی را پیدا کردن. دخترای مردم را روز نمیدهند، نه دنبال زندگی و آرامش مردم هستند. چیکار میکنن؟ هر روز مردم رو به ذلت میبرند. ولی ما و شما اینجا ششتیم و میگیم که حالت تغییر میدیم، و وقتی که به تاجیکستان برمیگردیم میریم در ذلتی همین کثافتکاری و فسادکاری اینها داده میشیم و ما هم یک ماشین دیگر میخریم، بازم دخترای مردم ما و تو با اذیت میکنیم. ای برادر عزیز، یک مادری توست، خواهر تاجیکستانی خواهر توست و جامعه کرد به این فسادی که امروز در جامعه هست، ما منتظر تغییرات عمومی و کلی نباید باشیم. تغییرات کلی در صورت میآید که ما فکران خود را بسازیم، آماده باشیم که جامعه ما مثل که امروز فکری ما ساخته شده است اینجور ساخته شود. اگر ما این گونه آماده باشیم، مطمئن باشید که آینده تاجیکستان ساخته می شود.